یه روزی عکس لخت یکی از بازیگران ایرانی از اون ور دنیا منتشر شد. اونهایی که با این عکس چشماشو ندیدن، بدن برهنه‌شو دیدن، این آدمای کثیفی ان. تویی که میگی وای این لخت شده، بخاطر تو معلومه اندوه چهره اون بازیگر رو ندیدی تو اون عکس. تو چیزی رو دیدی که دوست داشتی. تو آدم لجنی هستی. من نمیگم کار خوبی کرده، اصلا تایید نمیکنم. اون کسی که اعتراض به اون عکس میکنه، اون آدم به کجاش اعتراض میکنه؟ به لختی اون اعتراض میکنه. همون آدما وقتی من تو استخر افتادم، من مرد که با کت شلوار که نباید برم چون از من انتظار ندارن، به من اعتراض میکنن. اونایی که برای من جوک میسازن، اونا تکلیفشون روشن، خیلی هم خوبه، حالم کردیم، کیفم کردیم، من اتفاقا لایکم بهشون دادم. این که منو تکفیر کردن بابت لوک شدن، اینا مشکل دارن آقا، چون من کاری نکردم. حالا میخوام بگم اون به این ربطی نداره که دیدگاه آدم‌ها مهمه. اون عکس منفوری نبود. با همون چقدر له کردن اون دختر منحصر به فرد هنرمند ایرانی رو که وقتی توی تیتراژ یک سریال آمریکایی میبینم اول اسمش برده و از همه بهتر بازی کرده، احساس غرور میکنه. خب چرا اینو